با سلام و درود دوستای عزیز، من صفی الله صالح هستم. امروز با خبر فوق العاده خوش در خدمت شما قرار دارم. خبر خوشی است، تغییر بسیار بزرگی که درست از شما دمی چند وقت در جریان است که یک سلسله تغییرات در سفارت آمده. ما او تغییرات نمیگم، تغییرات آنلاین در سیستم آمده، ترمین گرفتن این مسائل که با جزئیات از اون با مرور زمان میپردازیم. این تغییر بزرگ در ارتباط امتحان آنلاین است، امتحان سند زبان. تا حال شما مجبور بودین که نزدیک با مصارف هزینه‌های هتل و سفر و ویزه پاکستان که حدوداً به 2,500 یورو رسیده، در کل در مجموع شما مجبور بودید 5,000 یورو یا دلار هزینه بکنین برین نظر به قواعد سفارت در پاکستان یا در ایران امتحان بدین. حالا از این به بعد شما مجبور نیستین، به خاطر که از نوامبر 2024 ما به همکاری یک وکیل و چندین ارگان که خدمات اجتماعی میکنن، کارهای اجتماعی میکنن در آلمان، ما با سفارت آلمان در پاکستان در تماس هستیم. چندین باری مسئله را رد کردن. بالاخره چند روز پیش تایید کردن، اما با در نظر داشته بعض قواعد خاص و سفارت را پذیرفت. این کاپی ایمیل است که برای وکیل کرده سفارت به فرد، به شخص. یک گپ شما هیچ وقت فراموش نکنید دوستای عزیز، ترافل ایجنسی هایی که در کابل ایران میکنه یک از این تاییدیه سفارت نداره. این در دستم است، من به خاطر واضح نمیکنم براتون دوستای عزیز. یکی آدرس نام وکیل است، یکی بعض محرمانگی داره. این که من جزئیاتش با شما زیاد از خود ایمیلی که زده سفارت تایید کرده او را شریک کرده نمیتونم، اما ما بر شما 100% اطمینان میتونم که این مسئله بخیر حل شد. شرایط بسیار خاص داره دوستای گلم، دوستای نازنینم، مثل ازی که امتحان آیلت و تافل در شرایط بسیار سختگیرانه میگیره از پیشتان، این امتحان هم همچنان اینم تو شرایط سخت و خاص خود داره. اما شما نگران نباشین، فکر نکنین چیزایی که ترافل ایجنسی ها در کابل اعلان میکنه یا شما غیر مستقیم به شما میگه که ما میتونیم تقلب کنیم، یا لطفا این گپا از کلیتون دور بکنین دوستای نازنین. شما اگر سطح بیانس امتحان میتین، من براتون تپ میتونم، راهنمایی میکنم که اگر بیانس شرایط بسیار سخت از زبان آلمانی میفهم، سخت از زبان آسان نیست، بیانس نتونستین، شما میتونین امتحان اگر پاس نکردین، خدای ناخواسته تو نیست، کامل شما را لغو بکنه، بگه شما ناکام. تعیین سطح میکنه برای شما، میگه اینمی آدم به یک نمیتونه اسفای یک از سطح ازی. با دکترها و بعض اکثر آدمای دیگه، متقاضیای دیگه این اسوای هم کار میده. یا به طور شما مثال شما امتحان بیسوای میده، بیسوای پاس نکردی، میگه سطح اینی آدم اینی قسمتش مشکل داره، این به یک پاس کرده، خود اینی یک سند از دست شما فقط قیمت اونم امتحان میده از آلمان، از شما آنلاین در کابل امتحان میگیره، اونم از اینی را پرداخت میکنید. مثلا شما فکر کنید در آلمان هستین و سرتیفیکیت تان، سند زبان تان مراجع معتبر او را براتون فعلا گفتن نمیتونم، چون که ما آماده نیستیم. در کابل، در هرات میخوایم امتحان گرفته شود و در مزار. در کابل کم بیش آمادگی داریم، هرات و مزار هنوز آمادگی نداریم و از همین طریق سر شرکت هایی که واقعا میخواین کار بکنن صدا میکنیم که اگر جای دارن، امکاناتش دارن، با ما همکاری بکنن، البته به صورت قانونی. بازم تاکید میکنم کسایی که میخواد که دور بزنه و چال بره و فریب بده و این سیستم سابوتاژ شود، او کار به هیچ وجه با کسی کار ما نمیکنیم. مثلا به طور مثال دوستای عزیز، سفارت آلمان در تاجیکستان یک چند وقت وبسایت خود باز کرد به خاطر الحاق خانواده. اینمی فریب، دروغ، دستکاری‌ها و این مسائل سفارت پس انیمیال اعلان کرد تا در وبسایتش دیده میتونید، ما دیگه اینترویو نمیگیریم. اینمی شرایط ما یک عالم تلاش کردیم، وکیل پول دادیم، با این اداره تماس گرفتیم، با صدها تا ایمیل مرا بدل کردیم. بالای 2 سال نزدیک 2 سال ما تلاش کردیم که اینمی دستاورد کردیم. خدای ناخواسته با یک اشتباه یک آدم با $100 یا $500 یا $300 به دست بیاره، میزنه کل این امکانات از هموطنای ما میگیره. به این خاطر آدمای صادقی که اگر در شما هرات و مزار هم هستین همکاری کردن، میتونین که به شرایط سفارت بخونه و سفارت یک کورس تایید کرده، مرا تایید نکرده، چند تا کورسی که مورد اعتماد خودش است آنلاین گفته، بازو کورس ها شرایط های خود دارن. اگه این کار کردن میتونین در مزار کابل هم بسیار خوش میشیم، برای هموطنای ما زمینه رو ما فراهم بکنیم. دوستای عزیز، دینامی جریانی که ما ایمیل را بدل میکردیم، کارسپاندنس میکردیم، مکاتبه میکردیم، البته از طریق وکیل، سفارت فرد جواب نمیده. دوستای عزیز، اینمی اکثر اینمی ترافل ایجنسی ها که در کابل اعلان میکنه ما با شما آنلاین میگیریم، او
زیاد از او به ما و دیگه دوستان در آلمان پیام میکنه ما چه قسم ویزای آلمان بگیریم. اوجا $500 از شما میگیره، $300. ما بر چند تا ریاکشن هم کردم، به ما پیام دادن چوری کارا میکنی. ما از شما از اینی تریبون صدا میکنم، سوال میکنم شما چرا می کارا میکنی؟ جل فریب میکنی. شما خمی کارا کردن نمیتونی. شما اگه اینو تو یک تاییدیه داشتین براستی یک ارگان شما را سفارت جلی نباشه تایید بکنه، ما خوش شما براتون متقاضی معرفی میکنم که شما بیا پیش شما امتحان آنلاین بگیرید. اما شما را کس تایید نکرده، شما کار سر به خود میکنید. دوست عزیزم، یک هموطن بیچاره ما که 3 سال 5 سال منتظر الحاق خانواده است که با خانوادهش یک جوشه، با مستند جلی و به اعتباری که شما بیخی با اعتبار باشه، از گوته میگیری، از تلک میگیری، از OSD میگیری، اما او را که سفارت تایید نکرده باشه آنلاینش، البته حضوریش سفارت میگه صحیح است، آنلاین چک تایید نکرده باشه میگه ما بر تو گفتیم تو همین کار سر به خود میکنی، نمیتونی همین کارا. و OSD و تلک و گویته و یا که شما کار نمیکنه. ما قواعدش میفهم، ما شرایطش میفهم. به هر صورت امی تلاش کردیم خدای ناخواسته ای از بین نره. دوستای گلم، دوستای نازنینم، و یک دختر خانم و عذرخواهی میکنم اگه گپای من در بعض قسمت ها تکراری میشه، یک دختر خانمی که کل کار ما سر الحاق خانواده بود، امی تلاش ما کسایی که به الحاق خانواده است، اما وقتی که آنلاین میشه با کل عرصه مثلا تحصیلی، کاری دیگه بخشا میتونه که آنلاین است دیگه. فعلا هم ما 2 سال مکاتبه ما نزدیک 2 سال سر الحاق خانواده بود که ما پاکستان برای ما ویزا نمیده، این تو مشکلات از دیگه یک تعداد تا قاچاق میره پاکستان. یک بیچاره بسیار اتفاقای بد برش رخ داده. یک دختر خانم به ارتباط الحاق خانواده که برش از طریق می آنلاین ویزا گرفتیم، بخیر قرار است بیای حضوری اینم تو پشت میز بشینه تلفنی، او دمی وقتا بخیر آلمان میاد منتظرش هستیم، اینترویو میکنه، واسه شما گپایش واقعا بشنوی، پاسپورت چه ببینین، ویزاش ببینین گرفته. ویزا است که از طریق اینمی سند زبان آنلاین ما راهنمایی کردیم، او انفرادی برای یک فرد زمینه سازی کردیم، امتحان خود داد. اما ما میخوایم این گروهی باشه، این خدمات برای کلی باشه، محدود به یک فرد نباشه. شما در جریان میباشین. و دیگه مسائل دوستای عزیز، مسائل جدید، تغییراتی که آپدیت آمده در سیستم آنلاین سفارت در پاکستان، اونقدر سختی هم نیست که ناممکن باشه، اونقدر آسانی هم نیست که اعلاناتی که شما در تیک تاک میبینید، در یوتیوب میبینید، او رقم نیست. دوستای عزیزم، زبان آلمانی سخت است، مسیرش ما نمیخوایم که جیبای شما را نقل پر کنیم با زبان عامیانه براتون بگم. دوستای عزیز، مثل دیگران او رقم با آسانی که اعلان میکنن بیا خودت آلمان میبرم، 3 ماه بعد آلمان هستی، 2 ماه بعد آلمان هستی، او تو یک فکر نمیکنم ممکن باشه. به خاطر که ما همیشه گفتیم، همیشه من نمیخوام تضعیف رویه شما را بکنم، اما ریالیستیکلی واقع بینانه هر چیزا ببینید که مایوس نشین، باز فردا قلبتون نشکنه، پیسه‌تون ضایع نشه. ویزای آلمان گرفتن از پشت افغان رستم تیر شدن است. اگر روحیه‌اش داری، انگیزه‌اش داری، امکاناتش داری، ما خودم هم از پشت افغان رستم تیر شدیم. 100 نفر آمدن وطنای ما، شما هم میتونید. با او سادگی بازم میگم نیست که تیک تاکرها و ترافل ایجنسی ها اعلان میکنن، از آمریکا میان ویدیو جور میکنن که این وبسایت این طور است. ما در وبسایت میرم، بخیر به زودی در خدمت شما قرار میگیرم. وبسایت سفارت آلمان در پاکستان برای اتباع افغانستانی دانه دانه، ذره ذره پشت کامپیوتر به شما توضیح میدم که چی است. و یک خبر بسیار جالب و خوب دیگه من برای شما دارم که ویزای راننده لاری یا الکاویک ما یک ویدیو در تیک تاک هم جور کردیم. او را بعضی کسا خنده کرده. شما باور بکنید سالانه بسیار مردم از عربستان، از ماروکو، از اینجا میان. فقط یک چالش داره که موضوع سند زبان است. اگر شما یک اندازه زبان آلمانی بلد باشین، کمیال 2-3 نفر تقاضا کرده از افغانستان، کارشون همه پیش میبرم در سفارت آلمان در پاکستان. ان شاء الله نتیجه خوب بگیریم، با خبر خوب مثل می دختر خانم براتون گفتم در خدمت شما ما قرار بگیریم. شما اگر دانش زبان دارین یا توانش دارین زبان بخوانین، یک روی بسیار آسان، بسیار ساده که هیچ کس براتون نگفته، فوق العاده 2 تا چیزی که در آلمان کارمند تخصصیش کمبود دارن، یکی فلگه، امی نیروی پرستاری، یکی هم نیروی کار، امی الکاوی یا لاری میگین، کامیون میگین، سنگین، موترهای سنگین میگین، هر چی که شما میگین. راننده ازی همیشه کمبود داره، به خصوص این مثال در پارلمان سر صداست، چیغ میزنن کمبود است، بیارین از خارج نیروی تخصصی را. این یک چیزی که نه لیسانس کار داره نه ماستری کار داره، آسان‌تر در خور همگی است، برای اکثریت ایجاب میکنه.
دیگه هم برای دکترها، یک دکتر هم همکاری کردیم، بخیر به زودی میاد اینترویوش شما میبینید. کسایی که دفیسیت بشاید میخواد، من میتونم از آنبورگ برشان بگیرم. یک اندازه هزینه کم داره، خودم اداره فیس خودم میگیره، بچه اداره دیگه با ضبط شما را معرفی میکنه، او فیس خودم میگیره. اونوش میتونید که دکترای عزیز اگر سند زبان دارید و من در خدمت شما هستم که تان میتونم همکاری بکنم. همه مسائل سفارت همین تیک تاکرها و یوتیوبرها بر شما میگن، چالش هیچ وقت بر شما نمیگه. مثل یک توته کیک بر شما سر میز ماندگی باشه معرفی میکنه که بری کیک بخوری، او رقم نیست. دو تا چالشی که اکثر اینمی رشته برای یک متقاضی است، بخصوص از افغانستان کشورهای آسیایی. یکیش اگر ویزه تحصیلی میین، زیادتر ویزا استیتمنت بانکی است که اکثر کسان نوشته میکنن، واقعا هم میگن، میگه وقتی که من 12000 داشته باشم، 12 ما 1000 چرا در افغانستان یک دکان جور نکنم که یک بدبختی و چالش ما دگردن بگیرم برم پاکستان، تا جای گپشان یا یک کشور دیگه برم که باز ما اوج امتحان بدم، از جای برم آلمان، تا جای گپشان قابل درک است. برای نظر هر کس من احترام دارم. بعضی کسا همی پول هم دارن، امکانات دارن، اما در افغانستان دیگه مشکل دارن کجا نمیتونن باشن، یا بسیار پرسپکتیو بلند دارن، دوراندیشی بسیار خوب دارن، میخوان بیان ماستری بکنن، پی اچ دی خدا بکنن در آلمان، از آلمان برن کشورهای دیگه بعد از یک دوره دانشگاهی، بعد از یک دوره آموزشی. اونو کسا اگه دوست داشته باشن من در خدمتشان هستم. دوستای عزیز، دو تا چالش داره تمام اکثر همین مواردی که سفارت معرفی میکنه، یکیش پول است، یکی سند زبان. اینمی دو تا را اگه دارین 70-80% شما چانس داره که ویزا بگیرید. الحاق خانواده زبان میخواه، پول نمیخواه، فقط زبان. تشکر از توجهتان دوستای عزیز. سوالی داشتین من همیشه در خدمت شما، در کامنت ها بنویسین. از این بعد برنامه ما بخیر در یوتیوب، تیک تاک، فیسبوک، اینستاگرام، در کل پلتفرم ها من در خدمت شما می باشم، البته با یک همکاری واقعی. ممنون از توجهتان دوستای عزیز. خوشتان اگه آمد می اطلاعاتی که من دادم، میتونین صفحه مرا لایک کنین. خوشتان آمد بازم اختیارتان. موفق، سلامت، ایام به کامتان دوستای عزیز.